پروژه‌ای که اسمش رو نشنیدید اما شاید زندگیتون رو لمس کرده. MK اولترا، یک برنامه مخفی و محرمانه که توسط سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا CIA در دهه 1950 شروع شد. هدفش کنترل ذهن انسان، دستکاری روان و ساخت نسل جدید جاسوس‌ها بود. اما این تنها یک برنامه علمی نبود، بلکه مجموعی از آزمایش‌ها و تجربیات عجیب بود. اطلاعات رسمی محدود و ناقصه، اسناد زیادی هنوز مخفی‌اند و روایت‌ها متفاوت. داستان MK اولترا مرز بین واقعیت و توطئه است. حالا بیایید وارد این دنیای پروژه بشیم. پروژه MK اولترا یکی از مرموزترین، مخفی‌ترین، تاریک‌ترین برنامه‌های تاریخ ایالات متحده آمریکاست. برنامه‌ای که توی عمق جنگ سرد شکل گرفت و هدفش چیزی فراتر از جنگ نظامی بود: کنترل ذهن انسان. در سال 1950 جهان به دو قطب آمریکا و شوروی تقسیم شده بود. رقابت بر سر تسلط ایدئولوژیک، سیاسی و نظامی به اوج خود رسیده بود. آمریکا نگران بود که شوروی تکنیک‌های مخفی برای جاسوسی، کنترل ذهن و جنگ روانی رو توسعه بده. تو این فضای ترس و بی‌اعتمادی، سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا CIA تصمیم میگیره پروژه‌ای سری راه اندازی کنه. این پروژه با نام رمز MK اولترا در سال 1953 آغاز شد. هدف کشف روش‌هایی برای کنترل، دستکاری و حتی تغییر افکار و رفتار انسان بود. این پروژه به سرپرستی دکتر سیدنی گوتلیب به دستور آلن دالس، رئیس CIA، در 13 آوریل 1953 عمدتاً در واکنش به استفاده از ادعای شوروی، چین و کره شمالی از تکنیک‌های کنترل ذهن روی اسیرای جنگی ایالات متحده در کره راه اندازی شد. بودجه این پروژه در سالهای اولیه به رقم هنگفت 20 میلیون دلار بود. این پروژه شامل بیش از 150 زیرمجموعه مختلف میشد که توی آزمایشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و حتی زندان‌ها انجام میشد. بسیاری از این آزمایش‌ها بدون اطلاع و رضایت افرادی که تحت آزمایش بودن رخ داد و افرادی که قربانی این آزمایشات غیر انسانی شدند زندگیشون تا ابد تغییر کرد. روش‌های مورد استفاده این پروژه بسیار گسترده و اغلب وحشتناک بود. برای مثال مصرف مواد روانگردان مثل LSD، شوک‌های الکتریکی شدید برای دستکاری حافظه و رفتار، محرومیت‌های حسی و خوابی برای آسیب پذیری ذهنی افراد، هیپنوتیزم، تحریک الکتریکی مغز و حتی تکنیک‌های روانشناسی پیچیده. بسیاری از این روش‌ها به صورت کاملاً محرمانه و بدون اطلاع شرکت کنندگان اجرا شد. قربانیان MK اولترا از اقشار مختلف جامعه بودند: زندانیان، بیماران روانی، دانشجویان، سربازان و حتی افراد عادی که بیخبر به دام آزمایش‌ها افتادند. یکی از شناخته ترین قربانیان فرانک اولسون بود، دانشمند و افسر ارتش که بر اثر سقوط مشکوک از پنجره یک هتل جون خودش را از دست داد. خانواده او بعدها مدعی شدند که او تحت تاثیر LSD و آزمایش‌های CIA بود. همچنین برخی از آزمایش‌ها توی بیمارستان و دانشگاه کانادا مانند دانشگاه مکگیل و مونترال انجام شد که حتی با آنها نیز خبر ندادند. MK اولترا تا دهه 1970 کاملا مخفی بود، اما فشار رسانه‌ها، تحقیقات کنگره آمریکا و افشاگری‌های افرادی که توی پروژه نقش داشتند کم کم پرده از این راز برداشت. سال 1975 کمیته چرچ تحقیقاتی را درباره سوء استفاده از CIA آغاز. با این تحقیقات بخشی از اسناد پروژه MK اولترا که به شکل ناقص باقی مانده بود به عموم ارائه شد. پیامدهای انسانی این پروژه بسیار هولناک بود. افرادی که تحت آزمایش بودند بسیار دچار اختلالات روانی شدید، اعتیاد و حتی خودکشی شدند. حقوق بشر به شکل فاجعه باری نقض شد و اعتبار CIA به شدت آسیب. با این حال برخی معتقدند پروژه‌های با هدف کنترل ذهن هنوز هم به شکل‌های پیچیده‌تر و محرمانه ادامه دارد. MK اولترا توی فرهنگ عامه جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. فیلم‌ها، سریال‌ها، کتاب‌ها و حتی بازی‌ها از این پروژه الهام گرفت. اما سوالی که باقی میمونه اینه: به نظر شما کنترل ذهن تموم شده یا هنوز ادامه داره؟